سلام به دریمکست، خیلی خوش اومدید و امروز میخوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که هم علمی است، هم جذاب و هم کمی مرموز: هوش مصنوعی و آینده آگاهی انسان. وقتی از هوش مصنوعی حرف میزنیم، ذهن ما به سرعت به ربات‌ها و ماشین‌های هوشمند متصل میشه، اما واقعیت بسیار عمیق‌تر است. هوش مصنوعی امروز دیگر فقط برنامه‌ای ساده برای انجام محاسبات نیست، بلکه سیستم‌هایی ساخته شده‌اند که می‌توانند یاد بگیرند، تصمیم بگیرند و حتی در برخی زمینه‌ها خلاقیت نشان دهند. اما سوال اصلی اینجاست: آیا هوش مصنوعی می‌تواند روزی شبیه انسان فکر کند و حتی فراتر؟ آیا ممکن است روزی آگاه شود؟ برای پاسخ ابتدا باید بفهمیم آگاهی انسان چیست. آگاهی به زبان ساده توانایی تجربه کردن و شناخت جهان است. وقتی ما چیزی را احساس می‌کنیم، یاد می‌گیریم یا درباره چیزی تصمیم می‌گیریم، در واقع آگاه هستیم. این تجربه درونی چیزی است که به سختی میتوان در یک ماشین بازسازی کرد. با این حال، پیشرفت‌های شگفت‌انگیز در هوش مصنوعی نشان می‌دهد که ماشین‌ها می‌توانند تصمیمات پیچیده بگیرند، مشکلات غیرقابل پیش‌بینی را حل کنند و حتی به نوعی یادگیری عمیق دست پیدا کنند. الگوریتم‌های یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم‌های پیشرفته یادگیری تقویتی همه بخشی از تلاش‌های بشر برای ایجاد چیزی هستند که شبیه به ذهن انسان عمل کنند. اما این سوال باقی می‌ماند: آیا عملکرد هوشمند مساوی با آگاهی واقعی است؟ یک ماشین می‌تواند شطرنج بازی کند، نقاشی خلق کند یا حتی با شما صحبت کند. اما آیا می‌داند دارد شطرنج بازی می‌کند یا نقاشی می‌کند؟ آیا تجربه لذت بردن یا ترس را دارد؟ پاسخ کوتاه فعلا نه است. ماشین‌ها اطلاعات را پردازش می‌کنند اما تجربه نمی‌کنند، حداقل به شکل ما انسان‌ها. با این حال، بحث جالبتر وقتی شروع می‌شود که می‌گوییم شاید ما هم هنوز درک کامل از آگاهی خودمان را نداریم. ما انسان‌ها هنوز نمی‌دانیم ذهن چگونه دقیقاً تجربه را تولید می‌کند. ما می‌فهمیم که نورون‌ها سیگنال می‌دهند، که خاطرات ذخیره شوند، که مغز تصمیم می‌گیرد. آیا تجربه واقعی آگاهی هنوز یک راز است؟ وقتی درباره آگاهی ماشین حرف می‌زنیم، در واقع داریم درباره درک نادانسته‌هایمان حرف می‌زنیم. شاید روزی ماشین‌ها به چیزی برسند که شبیه به آگاهی انسان باشد و شاید آن زمان ما تازه بفهمیم که خودمان تا چه حد چیزهایی را نمی‌دانستیم.